سلام بچه ها، اومد از هم دیگه هستم. جدا خیلی نشید بزنیم. خوش اومدید به چنل یوتیوب خودتون. بچه ها امروز اومدیم با ویدیو اون احتمالا مرد تنظیمات فکر کنم این مرد بات و تنظیمات زدنشون. لگدگیری و دیگه کنترل گان. خب بچه ها اینجا یه نفر اونم کم کرده و میبینیم یالا اون نمیرسیم یه به نفر کیل. بذار همینجور رو داشتم زوم بیاد میرفتم که دیدم خودشون میاد همینجور بیرون. خوابیده. اما بیا اینجا نمیگه یک فینیشرتون میگیره اینجوری. بچه ها بی‌معطلی بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها بریم سراغ آموزش. بچه‌ها اولین کاری که باید بکنید پرکاتون رو باید خوب بردارید. ببینید این پرکا رو باید بردارید برای گان اسود رایفل یا مثلا SMG. اگه مثلا این پرکا رو بندازید اینجوری میزنه، ببینید مثلا اینجوری یه ذره نقطه زنی میزنه. ولی اگه مثلا این بدون پرکه، اگه مثلا بدون پرک بزنید اینجوری لگد گانتون یه ذره زیاد میشه. پس پرک مناسبی برای گانتون انتخاب کنید که یه ذره لگد گانتون بیاد پایین. ببینید الان این با پرکش نقطه زن ولی این یه ذره لگد داره. پس پرکتون باید خوب باشه تا مثلا لگدگیریتون بهتر باشه. خب بریم سراغ تنظیمات. بچه این گزینه یعنی ایم اسیستتون باید روی آف نباشه، باید روی آن باشه که بهتون یه ذره یه کوچولو بهتون امبات میده. حداقل مثلا 3% یا مثلا 2% بهتون امبات میده که مثلا راحت بتونید انمی رو بزنید. ببینید اگه آف باشه اینجوریه، حتی اگه یه ذره هم ازش فاصله داشته باشه نمیره روی انمی. ولی اگه این گزینه ایم اسیست روی آن باشه میبینید که اگه تیر بزنید میره روی انمی. یه ذره میریم پایین تر. این 5 تا گزینه رو باید همه رو صفر کنیم تا یکم ایم اسیست بگیریم. خب بچه ها میریم سراغ گزینه بعدی. بچه ها این گزینه اگه آن باشه یه ذره فضای مثلا دید بیشتری نسبت به آفش دارید. مثلا کم زوم میکنه، میتونید بهتر مثلا همه جا رو ببینید. اگه آف باشه خیلی زوم میکنه، ببینید خودتون خیلی زوم میکنه و نمیتونید مثلا جایی ببینید. من که خودم رو آن گذاشتم، نمیدونم چه سلیقه‌ای خودتون خواهید بذارید رو آف، ولی من رو آن گذاشتم. خب بچه میریم برای گزینه بعد. اینا هم که گفتیم اینا باید همش صفر باشه. میریم برای گزینه بعدیش، یعنی گزینه کدوم بود؟ این بود. خب بچه این گزینه رو باید یا روی 60 بذاریم یا روی 70. این هم سلیقه ایه. اینو اگه مثلا خیلی زیاد ببریم بالا، اگه با گانمون زوم کنیم انمی‌ها رو مورچه میبینیم از دور، خیلی ریز میبینیم، نمیتونیم بزنیم قشنگ. میریم برای گزینه بعد. یعنی این گزینه باید روی ADS باشه، وسطیه. این گزینه باید روی وسطیه باشه تا ایمبات اون یه ذره قوی تر کار کنه، بهتر کار کنه. میریم سراغ ستینگ. داخل ستینگ باید بذارید برم پایین در داخل کامرا باید این گزینه باید روی 94 باشه. حالا من گذاشتم روی 94. هر چقدر ببرید بالاتر مثلا لگدگانتون کمتر میشه ولی یه ذره سرعتی تر میشه، نمیتونید زیاد قشنگ بزنید. اینو گذاشتم رو 94. کامرا باید 10 تا از این یکی بالاتر باشه. من اینو گذاشتم رو 81، یعنی 10 تا از اون کمتره. اینو بذارید رو 81، من گذاشتم رو 81. نمیدونم شما رو چند میذارید. این دوتا گزینه برای لگد گانه. اگه اینا رو درست کنید لگد گانتون خیلی خوبتر میشه. ببینید اینجوری قشنگ اگه این چیزایی که گفتم و قشنگ مو به مو انجام بدید اینجوری همه انمی‌ها رو رنده میکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.